بسم الله الرحمن الرحیم. محسن منگلی هستم. اثر درخت زیتون اثریه که ما توی طی رویداد در واقع به ایده‌اش رسیدیم و اون کانسپت اصلی که برای اثر توی ذهن داشتیم این بود که ما یه سری شاخ و برگ‌های درخت زیتون و حالا خود دونای زیتون رو داریم، مقابل چشم مخاطب حضور داره و حضورشون رو حس میکنه، اما یک شوک بصری داره که این شاخه‌ها از تنه جدا افتادن و ما با یه تنه مواجهیم که قطع شده. این اثر رو ما تقریبا 2 الی 3 روز طول کشید که در واقع آماده سازی کنیم و اینجا نصب بشه، به علاوه حالا در واقع آماده سازی و خرید شاخ و برگ هایی که داشت که باید حالا قسمت های مختلف شهر رو میرفتیم اونجا میخریدیم و چالشی هم که وجود داشت بحث در واقع پیدا کردن بعضی از در واقع اون مواد متریالی بود که نیاز داشتیم برای اثر، مثل خود تنه درختی که حالا بر صورت ما تسلطی بر انتخاب فرمش نداریم، باید از تنه درخت‌های واقعی استفاده می‌کردیم. و اینکه خب اون در واقع شاخ و برگ‌هایی که ما مد نظرم بود یه مقدار پیدا کردنشون چالش داشت برام. و کانسپت اصلی هم که داشتیم بحث عرض کردم بود شاخ و برگ‌های حضور دارن و اون از تنه و اصالت خودشون به نحوی جدا افتادن، اما ما همچنان می‌بینیمشون سبز و در واقع پرتراوت حضور دارن.